خوشخوی یار تو کسی تا به 11 بیدار نکنه که تکون نمیخوری گیلا گیلا وخزا کلیا دارد کنه کجا بده وخی وخزا میگم یک روزی هم بشده که من بیام تو رخواه بیدار نکنم خود تو خود بیدار بشی جیر که خود که من کار دارم وقت از بگیر اگه می قلص برق رو برد تعمیر کنم مرد 4600 ساده خدا عقلم نمیکشه اینو را پیش دم بانگا میچرم یا بلا کرده میگه تو خود تو میشه به پیش تو میچنم تو خود به تا بازار رو کش کرده نمیتونی وقت از اگه برو کلیا بگیر که گم میشه بگیر برو درد کنه و کنه خب همه بارا را میته که چیشا خوروا کنه خودی مرده قبرستون گرد نمیزنم همین طریقی که بارا هر روز من نمیچینم همین طریق بچی میوار با بالا بچی بانجون و بنجونی میای اینا به پیی بچی اخولت شما مگه سال بخل بدیره با خدا این مگسان من بشناخته تو ها تموم می دنیا تو میشناسه پرنده و خزنده هم اصلا نفر نیه که تو نشناسه وخی برار جو وخی چیا بچینم من خو میگم که تو چیشا خوروا کو که من چی میگم خب بگو میوار با بالا همین طریقی که من روز میچینم میشتن انگورا و سیبا و شفتلوا ها اونا بچی با بالا شلیل همینا هر چی که هست همین میوه مرگ و خاک هر چی که به طعم دکون نیه همینا رو میوار با بالا بچی بانجون و بنجون به پی با کچلوار هم به پینتر همین تا هر دیونا دستکات یاد تو فهمیدی تو کجا میری من میرم که قبض برق تحویل کنم که اگه امروز وقت داره خب این نمیفهمی که من بوجیا کچلو پیازا رشته کش کنم تا با مغز کلم بوجی په کچلو دا رشته کش کنم نخلی کنم یک مسلمون لازمی را تیر میشه بگو چینگه می بوجیر بیا بگیر خودی هم بیری گوه بیری روزایی که تو تا به 11 خیلی من مونا رشته بیری میکنم تو امیر با ما بگو وقت از بیا وقتی که تو را سرا بیری کنم که من برم وقت با قرض چی؟ با قرض گیر لگانه و حیات مبرفته بود فکر من بیخی حیات مبر ایتا بچی پیار من نمیاره یک 5 روپیگی به قرض نمیدی بگو رمزون تو نایه من نمیخوام خب بچی پیار تو کن منم ما گپ میگم بگو رمزون تو نایه من به قرض به کسی نمیدم نمیفهمم بگو حضوری با بیایی دیگه من میایم صف خل دیر شلوغه بفهمیدی امروز دیر هم باشد من مگر 6 بیز صبح میخستم میرفتم خوبه مگر تو را سرا بیری کنم یک نگاه کنم که بری راد من برم برات قبض با خوبه میرم سلام علیکم گیله جا بفرمایید به دکون بفرمایید خوش آمدید دیگه بیا مادیم از گیله جان یه خبری بگیریم یا کل مصروف نمی آیا؟ اوه مصروف همین مشتری ها دکونه دیگه گیلا کو گیله جو بیا دیگه بیا باشه یا نه توش دیگه بشالینا نموستین گیله جو خود خوب عذاب نمیکنی نه این پاچیه بخوریم بفرمایید خود شما دکون شما این گفت چیه؟ دکون بخوریم باشه انگوری هم برو میارم بعضاب کنه خود نه باشه دکون خود شما نه بگو با بوشونیم انگورا نموست گیله جو خود خوب عذاب کنی نه این پاچیه نوشیدان کنید بفرمایید خود خوب عذاب که دیگه لا سیب هم هست انگور هم هسته بخوریم دکون پره خب برای مارم میرم به میدون با خب خسته کو گیلا اشتنم کاروارا خوبه الهی شکر مزدنیه اشته میگی خوبه با میگه مزنیه یعنی سودا مودای چینیه نه دکون چند کرو بده
چاره نیم از اون اشتنه سید موملا گیلا سید موملا اشتنه از تو باید تصویده کنم خدا بده برکت خوبه خدا مهربانه ایله جو بفرمایید اینا بخور سب نمومد انگورا خودت توی چی نمیخوری گیلا کجایی؟ پاپا سلام علیکم یارا خوشحال خیلی سلام خدا علیکم بخیر خیلیات بخیر بفرمایید خیلی سلامتین خوش آمدید کجا بودیم شما؟ بیا من خبر بگیریم بیا خودی میگی لب بتامیدی کنه دو ساعت درست ساعت با تیشی بیشتر میاردی گیلا نه گفتم بس اینو بیشتر میاردی بیشتر میاردی انگور بخورم ای بگو بابا بسه بگیریم از انگورا بگیریم این چی نمون بگیریم خالیه بگیریم نمون خوب انگورا کجیه میفهمم خود مانه ایلا دیکن شما اشتگرمه اشتگرمه دیکن بسخ پنکانیه پنکه نداریم باستتر بخورد که خفه میشی خیره گپ نیه بخو گیلا بخو بخو انرژی خو کجی ما نوشی جان بخور هیچ ما من ندارم بغضو بخوریم دیگه بگم سیب هم هست اگه انگورا نخوریم نه بخورن شما سعی کنیم که چی سیباه بس مکه دام کنم بخوری میارم نگم بس خیلی خیلی خورده دست تو در نکن نه کسی خود با نما چا خود مایا نما ایلا ما شرمنده میکنیم شما نه گپینیه خیر بینی گیله جو اینا را میبرم یا بچه بچه سر خوردی یا نام بچه تاکی بشینین که با شما چای هم بیاره خیلی دیگه خیر دیگه بینی میده ما میریم هر کار ما خدمت کار خدمت باشه نمیرفتین خیلی بریم ما بریم دیگه کار خدمت باشه ما خوش آمده هم مثل زحمت کشیدیم واقعا خوش آمده بخیر با اجازه. خوش آمده خدا حافظ زنده باشین گله کن اگر از اینا ره گله کن اگر از اینا اینا را باخت گل اینا اردی که سر اینجا جمع کردی انرژی استوندی اینا را اردی سه که کیلو ساعت توی بیاردی میگم من میکله پخ پر شبوش هر تا کنه 10 تا شبوش اثر میفتکه همین تو حالا دیگه هم بام خونیت سبا بدیده بوده برار من دومات خاله منم بعد 33 بلای من بمرد دومات خالمه و خالمه تو اینجا باشوندم که تو هر چی داری بشه کم مردم کنی خود تو که تاشون میخوری که کمه به تو کی گفته بود که تو انرژی بیاره خود آمدم میمون آمدم سر اینا هم قبرستون مرده ها خودی میمونی اینا میمونی بیایه و خونه بیایه اینجا البته باخت پیار نه که بیاری اینجا انگور میاری سیب میاری و انرژی میاری بس اینا چند فایده تونه ها تو امیر با ما بگو خب بعد میمون است لا اله الا الله میتا خدا نترسی ببین که میتونم پینه قضیه بس اینه که به دیوار بخوره اشته بعدا میمونه تو بده کنه که من روز ساعت بیاید ندارم تو برفتی انرژی استوندی انگورا در باغ آوردم آخه اینا نه که تو خبر داری که من میرم همه دنبال میخرم کاش که کار غریبی باشه خوب میمون داری میگم مر به دومات خالمه چی ها ما وقت
دومات خود خونی اون چی برسه با دگوی یک بوجبی اگر سایکو که گوشنگوی رو مال تهزی نمیگیره سیوارم تو همین سیوار دل تو همین سیوار نفت که کسی اینا کردی این باقیه که خوردن بخی برو رنگ خوردم که بخی به سرا بری خوب بری اشته سیب میاره انگور میاره انرژی میاره که فقط پیار از آماده همه زن خجالت نمیکشم آدم ها مفخوره اینجا فقط میگی اینجا جا میمون خونیه بیا آدم این براک ساده گیر کدم و سر انرژی میستن انگور بیار و سیب بیار بزینا آدم ها مفخوره که فقط اینجا خونه منه و عمر تو حال من چین گنونه میه کجبیر بشکستم لونگی اور تو سایکو اینجا رو به کسی بی نمیکنم بیا آدم اینجا 2 ساعت لیبر خوردم انرژی خوردم انگور و سیب همه زن فکر نمیکنن که این دکون برای کسی بیه نه برای مف خوردن آدم ها مفخور مرگ شما شه بند باشه که برای دوری پی اخلاق داشته باشه دومادا خاله منه دوماد خاله منه بیا آمده میگه تو چه انگور آوردی انرژی بیزی آوردی نمی آوردم خب بعد بید میگم بده کل بیا آمده چی نخوردم چه خاله؟ اشتانه چه خاله جانجوره؟ سلام گیلک جو اشتانه یا راستی خیریت جانجوره اول خوب است زنده باشی سلامت باشی برو چه خاله جو؟ خاله اشتانه خاله صبح خوب بودم از صبح من به دکل میدم اوه اشتانه رمضان رمضان خوب عمال میامد به دکل من سلت که چره؟ گفتن برو در سرا خاله ما برانه کجیر و نورالله بیامدم اینجا 2 ساعت انرژی و انگور خودم من این پولا ندادم گفت اگه اونا رو بستو از کی بستو؟ از خاله من نورالله دوماد ما ها 2 ساعت انرژی و انگور خود تو انرژی نداری بده کن نه خب من برای تو این که دکون مانیه او دکون او بر روبرو که او بره انا از اونجا از اون انرژی بیاوردم با به این بر و تا دکون فرشی من نقطه انگورم رو کشیدم سیبم بخوردم گفت کنم پولا 2 ساعت میشه بستو خاطر ما تاون میکنه ما روز پینجری فایده نداره اونا از اینا پذیرایی کردی البته اونا بود میمون آمده بودم پیش تو حال با برات پول میدی نمیده خود اینا گفتم بیا رک بخریدم از نه گفتم بخریدم خب نه گفتم تو اشته برای اشته برات پول میدی خب بیامدم بشیشتم من بیامدم من بیعقلیم انا من که بیعقلیم بزین انگور آوردم من انرژی آوردم سیب آوردم من رمضان بیامد مر سلت که گفت چه گفت پولار مرا بستم آقای رمضان بده کنه کی؟ رمضان پولار به رمضان؟ تعده کنه الو سلام بچه خاله خوبیم بخیرین الحمدلله شکر شما خوبین شکر میگم گیلک بیامده در سرا آمده برات 200 روپیه پول میگه دومات شما بیامده خود کجیر بیامده و دکتر آمده میوه استند و انرژی اینا شما را کردیم اینا کردین اصلا خود از این چی میگه چی میگه؟ بگیر الو
چرا من خاک بخوره در سرا خدا و شما من عمل سلات کردین قال مقال کردین و تیمینا بیا ولم بلوک مفخوری بشیشتن بخوردن 200 ریبه بخوردن ما 50 ریبه فایده ما نیه بده بچه حالا کار ندارین خدا حافظ خیر باشه دامه نداره چی گفته اگه به تو رمزون؟ با خاک طور بخوره با به تو کی گفتم خود با خدا قلب قال کرد گردن و بند با چلین وقت داره او دکونو باره کجا میاره؟ او از زمین خو میاره؟ او تا باقیه که من دروغ نمیگم اما هم که بچه خاله جو میام عقل نیم رو اینجا بشونی به من میوه بیاری و چی بیاری تو روز چندی اونجا درآمد داره و ما به گل روی شما خاله ما نمایه ما هم که میایم نمایم پول خوب دادم همه چیز بده نه دادم نده اگه قرار باشه من بیام تو پیش من 200 ریبه 300 ریبه به کل 50 ریبه انگور رو میوه بیاری که میوه که ما بری از دکون همسایه انرژی هم به حساب دکون بسوری بری اینا بیاری کی میشه این رقم مگر ما چه سرمایه داریم و سر یک ما تباهی بکشیم بیا بریم به خونه بریم که چای بخوریم جور بشی بیا زنده بشی بیا به خونه بیا نمیشه بیا کجا میری درد کن میری حال بابا سر تو گپ بزنی بیا دارو بیا خونه بیا گلاس چای بخورم من عده کن بیرون کن بیا به خونه بیا 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 گلاس چای بخور بابا چه بالا نمیشه که بیا هر چی